آقای رئیس جمهور، تعهد کردی، عهد کردی، خجالت داره. این وزرایی که شما انتخاب کردی باهاشون یه مدیه دونه چه میدونم یه نونوایی رو نمیشه اداره کرد، میخوای باش کشور اداره کنی؟ جمع کن آقا، خودتو دور و برتو جمع کن، جعفر و محمدتو جمع کن. اگه ارزشو داری وایس، ارزه نداری بدون جنجال خداحافظی کنی بری. آقا من ارزشو نداشتم ببخشید، وایسی تماشا کنی وزارت جهاد شما اینجوری خیانت کنه به ملت. خائن به شهدا شمایید، خائن به کشور شمایید، دوست شمایید، راندخار شمایید، خائن شمایید، بیدین شمایید. اینا رو یاد گرفتید تا تکون میخوری به خون شهدا. به خون شهدا شما خیانت کردید. شماها دارید خیانت میکنید به خون شهدا که تو 6 ماه 40% 50% همه چی گرون شده. من پارسال داشتم همین موقع شب چله آجیل میفروختم به مردم 650,000 تومان، الان 1,300,000 تومان. اگه اینقدر مملکت خرطوخره که من 650 رو دارم میدم 1,300 که واقعا خاک بر سرتون، ولی خودتون میدونید همه چی 10 برابر شده. لعنت بهتون با این کشورداریتون. من لعنت بر شما، من شما رو قبول نمی‌کنم. شما دزدید، یه مش آدم فشل بی‌عرضه اید. برای چی پستا رو گرفتید؟ یه مش پخمه اید، نخبه ها رو فراری دادید، پخمه ها نشستید جاشون. اون چه طرز کشورداریه؟ برنج $1 آقا. یه هوش مصنوعی بزن برو هر کجا بزن آقا، بسمتی 1121 چه میدونم بهترین نوع برنج پاکستانی $1. 28,500 طرف داده $1 اونجا واسش آزاد کردی خریده. یه باربری بهش میخوره. من حساب کردم مثلا میشه 33 تومن میاد کشور. یه سودی هم بگیره اصلا 100% سود بگیره میشه 66 تومن. بی پدر نمیشه 200,000 تومن. لعنت بهتون که شمالیه برنج شمالنج خودشو میفروشه، برنج هندی میخره میخوره کشاورز. خاک بر سرتون. ننگ بر شما، ننگ بر شما. اینقدر فشل، اینقدر بدبخت، اینقدر بی شخصیت که یه تاجر زالو اینجوری شما رو مچل خودش بکنه و شما وایسی تماشا بکنید. یه مرد توتون نباشه بزنید تو دهن این مافیایی که داره این کثافت میزنه تو این کشور. این میز ریاست چی داره واسهتون غیر ننگ؟ خجالت بکشید، جمع کنید خودتونو. مگه میشه پول این ملت تو این شرایط، تو این گرفتاری، تو این بدبختی، تو این شرایط سخت دلار این کشور رو تاراج کنید؟ بعد زن و بچه مردم برای 300,000 تومان. آقا مگه چقدر حقوق میگیره مگه کارگر؟